حدود 30% فیلم رو گرفته بودیم که یه دفعه ریختن خونه، تمام راشار و اینا رو بردن و اون مسائل به وجود اومد. چون فقط اونجا گفتن 20 سال ممنوعیت از ساختن هر نوع فیلم، نگفتن بازیگری و خوندن فیلمنامه که جرم نیست. تصور کنیم که این فرشه خونه اون دختر است، پیرزنه وارد میشه، از این پله ها پشت دوربین اینجاست، صدای تلفن میاد، با اینکه ناراحت است. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت. توی اون لوکیشنی که حالا من 4 تا خط کشیدم، چی رو میتونم باقم؟ اون رو که نمیشه ساخت، حداقل بینم با موبایل میتونم بکار کنم. شما که بیرون در نیومدید، در میخواد بیاد دنبالتون؟ آقا ما تو تماس میگیرم. چی شد؟ چی شد اگه؟ الو